مقامات تاجیکستان و دولت قطر مسئله به کار تامین کنی شهروندان تاجیکستان در این دولت عربی را بررسی کردند. در این باره سامانه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر می‌دهد. در ملاقات گلنورا حسنزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با علی بن سمیخ المری وزیر رشد اداری، مهنت و امور اجتماعی دولت قطر، هیئت تاجیکستان در این بخوری پیشنهاد نموده است که همکاری من بعد برای با کار تامین کنی شهروندان تاجیکستان در دولت قطر در اساس مقررات سازشنامه امضا شده به راه مانده شود. همچنین در ملاقات با راهبران چند از شرکت‌های قطری، وزیر مهنت تاجیکستان مسائل مربوط به ترتیب بقیه‌گیری، حجت‌گذاری، حفظ حقوق‌های مهاجران مهنتی، شرط و شرایط و بود و باش داوطلبان، پیشنهاد درخواست‌های رسمی و جای‌های کاری خالی از جانب کارفرمایان را بررسی کردند.